این چیه؟ این شکمه؟ این گودی کمره. گودی کمر که اصلاح بشه شکمم میره تو. خیلیتون شکم ندارید، هر چقدر رژیم بگیری به نتیجه نمیرسی. اون گودی کمره. گودی کمر بیچارت میکنه. نه تو سنین بالا، به زودی اگه همین الان کمر درد نداری شک کن، چون به زودی قراره بگیری اگه اصلاحش نکنی. روزی 5 دقیقه 10 دقیقه با من وقت بذار، این حرکتا رو بزن، قول میدم بعد 1 ماه درست شه. یه زمین میخوای، یه بدن سالم، دراز میکشی، زیر زانوات دست میذاری، میکشی بالا، میچسبونی به سینت، با سرت این طرف از زمین جدا میشه. 3 تا 20 ثانیه به این شکل نگه میداری برای هر پا. تموم که شد، جفا رو میدی بالا، میاری میچسبونی به سینه، بازم میره هوا. 3 تا 20 ثانیه هم اینجوری نگه میداری. حرکت بعدی این پا رو زمین به نوبت، بعدش اون پا رو میاری بالا، دستا رو زمین، میای بالا. 5 بار 5 ثانیه‌ای بالا نگه میداری برای هر پا. حرکت سوپرمن که حرکت فوق العاده است که من همیشه تو باشگاه دکتر فیت برای بچه‌ها این حرکت رو میذارم به این شکل. اگر گردن درد داری زمین رو نگاه کن، اگر نه روبرو رو نگاه کن. میای بالا، مکس میکنی 5 ثانیه، میری پایین. 1 ماه این حرکت ها رو انجام بده. بعد تو همین کامنت ها جوابشو من بگو. یا علی مدد.